سلام خدمت عزیزانم. امروز میخوایم یه مراقبه عشق به جنین در شکم مادر رو انجام بدیم. این مراقبه خیلی اثرگذاره و از تکنیک تتا هیلینگ استفاده میکنیم برای این مراقبه. میخوام آروم یک جا بشینید، نفسهای عمیق بکشید، هوا رو پوستتون احساس کنید، به قلبتون سلام کنید. ببینید که قلبتون همین الان در حال حاضر برای چی سپاسگزاره. اون ارتعاش شکر و سپاس رو تو کل سلول به سلول بدنتون بیارید. به کف پاتون آگاه باشید. ریشه هاتون رو عمیق و عمیق و عمیق‌تر بدید در دل مادر زمین و نور و عشق رو بگیرید و بیارید تو تک تک سلول های بدنتون، تمام چاکراهاتون. همه این نور رو بیارید بالای سرتون بشه یک حباب. ببینید این حباب چه رنگیه. برید تو این حباب، با سرعت نور داریم میریم بالا، داریم میریم بالا بالا بالا. از جو زمین خارج بشید، از کهکشان ها، لایه های نورانی، نور طلایی، لایه های ژله‌ای رنگین کمانی و نور سفید مورمور کننده لایتناهی، عشق خالق هستی. بیاین بالا تو این نور، بیایید بالا، بیایید بالاتر. اجازه بدید حباب از دورتون باز بشه. خودتون رو تو این نور بشورید. حالا میخوایم آروم آروم بریم تو گذشته های خیلی دور. میخوایم بریم موقعی که نطفه شما داشته تشکیل میشده توی رحم مادرتون. آروم آروم برید توی رحم مامانتون و به یاد بیارید اون زمان. همینطور که دارید مشاهده میکنی، ببینید که لقاح داره صورت میگیره. و از همونجا شفا رو مشاهده کنید. اگر احساسی داشتن در اون موقع که نمیخواستن شاید بچه دار بشن، اجازه بدید اون احساس بره و ببینید که شما خواستنی هستی. قشنگ ببینید که داره چه اتفاقی میفته. ببینید که داره این تخمک هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه و همینطور قشنگ شفا رو مشاهده میکنیم و عشق میدیم به جنین. ببینید داره دست و پا در میاره، چشم، داره همه اعضای بدنش آروم آروم کامل میشه. گوشها، و جان در بدنتون اومده. همه رو ببینید که شفا و عشق دارید بهش میدید. حالا ببینید امکان داره مادرتون احساسهای مختلفی رو داشته.
مثلا مثل ترس، غم. همچنین مشاهده میکنیم که اینا داره میره از وجودتون به نور و به جاش داره شادی میاد، داره امنیت میاد. تمام احساسایی که مامانتون داره رو مشاهده کنید. امکان داره یه موقع‌هایی احساس کنه که دوستتون نداشته. اون احساس دوست نداشتنی بودن اجازه بدید کاملا از وجودتون پاک بشه، به نور بره و به جاش احساس دوست داشتنی بودن رو جایگزین میکنید. اگر احساس کرده نمیخوادتون، نخواستنی بودن در شما شکل گرفته، داریم پاکسازی میکنیم و به جاش داریم احساس دوست داشتنی بودن رو داریم میدیم. اگر احساس کرده کافی نیست، اجازه بدید اون احساس کافی نبودن از سلولهای بدنتون خارج بشه و احساس کافی بودن جایگزین بشه. قشنگ نفس‌های عمیق بکشید و مشاهده کنید. تمام شکم مامانتون رو میخواییم پر از عشق به جنین در شکم مادر بکنیم. داریم پر از عشقش میکنیم. حالا اون جنین رو دوباره نگاه کنید، ببینید حالش چطوره. میخواییم ببینید دارید به دنیا میاید. میخواییم تمام اون شوک و درد و رنج از وجودتون خارج بشه. و میخواییم زندگیتون رو تا امروزی که هست مشاهده کنیم. اون کودکی که نوزادی که به دنیا اومده داره شیر میخوره و خوشحاله. همینجور مشاهده شفا کنید. هر اتفاقی که براتون افتاده، اذیت شدین، تمام خاطرات آزاری که براتون بوده همه رو ببینید که داره پاک میشه. بفرستید به نور و به جاش عشق رو مشاهده کنید. ببینید همه وجودتون غرق در عشقه. بیایید تا بزرگسالیتون، تا همین امروز زندگیتون رو پر از عشق و نور ببینید. سپاس 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 و در نهایت ایمان و احترام.